خب این زباله‌های ریجکتیه، زباله‌هایی که هیچ ضریب بازیابی نداره. مواد ارزشمندش جدا شده، اون موادی که هیچ ضریب بازیابی نداره بهش میگن زباله ریجکتی. از این قسمت وارد این راکتور میشه. همونطور که ملاحظه میکنین این قسمت ورودی زباله ماست. تو نمونه بزرگتر این راکتور 6 متر طولشه. این راکتور 300 کیلوییه، برای تست ساخته شده. زباله این قسمت وارد میشه، کاتالیستا قبلا وارد شده داخلش. اینجا عملیات حرارتی داخلش انجام میشه. این دستگاه وکسگیر ماست. یه ماده‌ای هست شبیه این پارافین میمونه یا وازلین. وارد میشه، اینجا گرفته میشه، بخارات میاد داخل این کندانسور اولیه ماست. یه کویله که بعد مواد وارد اینجا میشه. بعد از اینکه خنک شد، وقتی که وارد این قسمت شد، این نمونه ماده‌ایه که ما داریم میگیریم. این ماده اصطلاحاً همون نفت خام پایه ماست. خب همونطور که میبینید این نفت خام پایه خیلی سبکه، یه همچین ماده‌ایه. خب آسفالتی نداره، غیر نداره، مازوت نداره، یعنی هر هیدروکربنی که تو اینجا تولید میشه کاملا سبکه. ماده سنگینش فقط اون وکسی بود که دیدید، اونم حدود 2% وزنیه. نمونهش رو اینجا من میریزم. خب شعله‌ش هم که میبینید تعمداً روی سنگ ریختیم که ماده چی بشه، کاملا خب توسط این لوله که دارید میبینید و این پمپ هیدروکربن میاد داخل این برج. ما توی این برج 3 تا کار میکنیم. کار اول این که جزء به جزء بنزین و گازوئیلش رو جدا میکنیم. بعد اینجا برجای جذب داریم که نیترات و فسفات و گوگردش رو جدا میکنیم. عملیات حرارتی کوچیکی داریم. بعد توی این ناحیه یه دونه کندانسور شیلدن تیوبه که مواد هیدروکربن سبک وارد این ناحیه میشه. این هیدروکربن سبک ما همونطور که میبینید تقریبا شفافه. این ماده همون تو نزدیک به گازوئیل ماست. من یه بار دیگه اینجا شعله‌شو میبینید، شعله خیلی خوبی هم داره. بله اینجا این مواد نمونهش که گرفته شد میشه گفت محصول گازوئیل و بنزین ماست. یه خورده تاری و ماتیش برای اینه که هنوز بهش ادیتیو اضافه نشده، ماده خامه. ادیتیو که اضافه بشه هم رنجش تکمیل میشه، هم رنگش تکمیل میشه، همین که به اون کیفیت مد نظر میرسه. کیفیتمون در حد یورو 5، یعنی گوگرد گازوئیل این دستگاه زیر 10 پی پی امه. خب اما هیدروژنش رو چجوری تولید میکنیم؟ توی این دستگاه هیدروژن رو از انحلال آلومینیوم در سود در این راکتور انجام میشه. گاز هیدروژن توسط این آلومینیوم ضایعاتی تولید میشه. انتهای فرایند یه محلول قلیایی میمونه به اضافه آلومینات سدیم. محلول قلیایی رو ما وارد اون اسکرابر انتهایی میکنیم، چون محلول قلیایی ارزش داره برامون. برای تصفیه هوا استفاده میشه، هوای داخل راکتور. یعنی عملیات حرارتی که داره انجام میشه برای سوختن گازوئیل خودش میاد چیکار میکنه؟ یه خورده گاز CO2 تولید میکنه. گاز CO2 تو اون اسکرابر تر که من بعداً توضیح میدم با این محلول قلیایی خنثی میشه، تولید نمک میکنه. انتهای فرایند از این بعد انتهای فرایند همونطور که ملاحظه میکنید این ماده میمونه. این ماده بعد از اینکه الک شد میتونید به عنوان زغال سنگ استفاده کنید. کاملا ارزش سوختنی داره. در نهایت کار گاز هیدروژن از اینجا وارد فرایند میشه.
همون انحلال آلومینیوم در سود بود، از اینجا وارد فرایند میشه که فرایند ما رو کامل میکنه. این کولینگ تاور ماست، کار خنک کردن آب رو انجام میده. این قسمت هم که شما دارید ملاحظه میکنید اینجا کار اسکرابره، محلول اسیدی و محلول قلیایی که اونجا تولید شد با هم دیگه واکنش میدن. یعنی اون اگزوزی که الان ملاحظه میکنید، اگزوز این لوله وارد میشه، از این قسمت وارد میشه. اینجا یه دوشه به انضمام پکینگ. این پکینگ ها محلول